علاقه‌مندان به خبرهای ورزشی آماده هستند تا رأس ساعت 17 در هر روز بشینند و خبرهای ورزشی ایران و سایر نقاط جهان رو ببینند. آقای بابا خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. فکر می‌کنم خبر مهم امروزتون در مورد بوکس هست، نه خیر همشیره. اولا که گزارشمون در رابطه با بوکس نیست، دوم اینکه این ورزش آقایونه، ورود خانم‌ها اکیداً ممنوع. شیفهم شد؟ یعنی شنیدی؟ بله ما میشنویم و می‌بینیم. ورزش دوستان عزیز، اخبار ورزشی امروز را به سمع و نظرتان میرسانیم. در تورنمنت دوچرخه سواری تور دو مرقد که به مناسبت رحلت امام و در سطح بین المللی برگزار شد، دوچرخه سواران کشورمان توانستند در کمترین زمان ممکن خودشان را به مرقد مطهر برسانند. همکاران ما گزارشی از این مسابقات تهیه کردند که با هم می‌بینیم. نگیر پیاده تا مرقد امام، مدورا تا مرقد امام 20 کیلومتر، پا برهنه تا مرقد امام. خیلی خوش آمدید بریم به مرقد امام. من اونجا این تکنفی رو برده بار بذار اونجا، من بعدم بارفیکس میرم. در جریان مسابقات تیراندازی حرفه‌ای جام یادگار امام، تیرانداز برگزیده کشورمان با استادی تمام سیبل شرق و غرب را نشاره رفت و تیر دیگری در قلب استکبار جهانی کاشت. با هم به این صحنه غرورآفرین با هم نگاه میکنیم. باخ حاجی در کجاست؟ در از حاجی برای برادر بسیجی ممکن اتفاق افتاد، حساب کنید چه بلایی سر سیبل استکبار جهانی آمد. نوبتی هم که باشه، نوبت مسابقات کیوکوشین کیک بوکس کیندوکوه که رزمیکاران جمهوری اسلامی از باشگاه بیت امام تونستند در این رشته به درجات رفیعی نائل بشن. همکار ما در حین تمرینات با یکی از این سربازان گمنام دست به یقه شد که با هم این تصاویر رو میبینیم. برادر شما خط چندی؟ خدمتتون که ما آدم خطی هستم، یعنی میخوام بگم که همینجوری از خط شوش شروع کردم، الان کشیدم اومدم کجا، رسیدم به خط تعارف هم رد کردم، الان رسیدم به خط امام. کمربندتون چیه؟ والا عرض کنم خدمتتون کمربند انفجاری. توی تمریناتتون که دقت میکردم شما بیشتر در حال ضربه خوردن بودید تا ضربه زدن. این مرحله از تمرینه؟ والا عرض کنم خدمتتون نه، عرض کنم که این یه مرحله از زندگیمه. یعنی چی؟ یعنی گذشت اون دورانی که ما کتک میزدیم، الان دوران کتک خوردن اونه. یعنی ما داریم برای این تمرین میکنیم، به خاطر همین من مدالای زیادی گرفتم، مثل گوجه، بادمجون و قص علازالک. یکی از قهرمانان بسیجی بنام و خوشنفس جمهوری اسلامی ایران، معروف به غلام قورباغه، در یک اقدام نمادین تصمیم گرفت که رکورد شنای زیرابی رو بشکنه. همکارم ناصر کرال با اون مصاحبه‌ای کرده که با هم می‌بینیم.
میخوای چیکار کنی؟ بینندگان ما انگوش به دم موندن. میخوام برم روی ناو یاوه‌گویان شرق و غرب اسم امام راحلمون رو حک کنم تا اونا بدونن که بسیجی با تیر دو نشون میزنه، یعنی اینکه هم رکورد زیرابی جهانو میشکنه هم که دل دشمنو میشکنه. چجوری میری غلام؟ عمودی میرم، افقی برمیگردم. زیرابی. من رفتم. خدا. چیکار کردی؟ اسم امامو حک کردی؟ اسم کوچیک امام چی بود؟ فیض‌الله، خیرالله چی بود؟ یعنی اسم امامو حک نکردی؟ خاک بر سرت قورباغه، آبروی منم بردی. غلام قورباغه، اینا چیه پشتت نوشته؟ نامردا هیچ کدومشون اسم امام راحل رو بلد نبودن، اسم کوچیکشو، برای همین اسم خودشون رو پشتم نوشتن. بله، در پایان اخبار ورزشی این ساعت یک حرکت ورزشی از خودم دارم که در المپیک چین اجرا کردم. تا حرکت بعدی شما رو به خودم میسپارم. خدا نگهدار، ورزشکار باشید. در مسابقات قوی‌ترین مردان جهان در المپیک چین هستیم. برادر بسیجی حاج آقا بابان برای گرفتن تنه درخت آماده میشه. متاسفانه این بار موفق نشد.